هر سفری با یه هدف شروع میشه. هدف ما چیه؟ راه مشهد فقط یه مسافت نیست، مسیری برای پاک شدنه. واسه همین کیفامون رو برداشتیم و سوار اتوبوس شدیم. 14 ساعت دیگه تو مشهد بودیم. البته تو راه هم کلی بازی کردیم و خندیدیم. 4 روز تو مشهد بودیم. از بازی‌های کارتی و آشپزی بچه‌ها گرفته تا زیارت‌های جمعی و نماز عید داخل حرم امام رضا. سفر ما پر از شادی و معنویت بود. فرصتی بود برای اینکه خودمون رو از نو بسازیم. تو این دنیا که همه حواسشون به خودشونه، پیش امام رضا راحت میتونی حرف دلتو بزنی و چند روزی پیش دوستاتون دور از تکنولوژی و حواس پرتی زیارت کنی. سفر ما که تموم شد و ما برگشتیم، اما دلامون پیش امام رضا جا موند، به امید مشهدی دوباره. گروه امام موسی صدر. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم تا قیامت. ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم.